آقای وفایی خواه، 3 مرحله اسکالپتون به پایان رسید. خواستم نظرتون راجع به اسکالپ بدونم. عرض ارادت. خیلی خوشحالم از کار مجموعتون. من خواهش میکنم پیجتون از توی اینستا پیدا کردم. بعد من 2 سال پیش کاشت مو انجام دادم و خیال میکردم کاشت مو مثلا اون چیزی رو که من دلم میخواد انجام میشه، ولی بخش ورتکس سرم خالی بود. منم خیلی این قضیه ناراحت بودم، به خاطر همین دوست داشتم یه جوری این بخش ورتکس سرم تیره بشه یا مثلا مو در بیاره که با مجموعه شما آشنا شدم. بعد اومدم تکنسیونی اینجا خیلی هم کارشون خوبه. بعد اومدن توی جلسه سوم که این جلسه سومه انجام شد، کل سرم اسکالپ شد، بخش ورتکس هم چون خیلی اذیتم میکرد قشنگ تیره شد و بعد دقیقاً اون چیزی که دلم میخواست بالاخره شد. من ممنونم از مجموعه خوبتون و زحمتایی که برای من کشیدید. خواهش میکنم. خیلی خوشحالیم که راضی هستیم. شما متشکرم.